بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منی برادرگاهان ملت عزیز بلوچستان و بلوچ زبانهای عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما گو برنامه هر هفته چهارشنبه به نام بلوچی دیوان. اگر یادنو من در آگستگی هفته در رابطه با قبض روح انسان حدیث براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما بوند و در حدیث من به شما گشت که انسان روح چطور قبض بید بر اساس فرماشات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. انسان مؤمن روح چطور قبض بید و انسان کافر روح چطور قبض بید و فرق بین ادوین و چه به وقت قبض روح. باز بحث ادامه دا و زندگی قبر یک انسان مؤمن هم خدمت شما گشت و مطرح هم که انسان مؤمن چه حالت به اشیا در قبر پیش کرد. انسان با ایمان از دنیا شده، با تقوا از دنیا شده، مراقب فدی عملون بیده، کوششی کده که هر چیزی که الله سبحانه و تعالی دستور داده هماشه به نحو احسن انجام بداد و از هر چیزی که الله سبحانه و تعالی هشدار داده و تا را از آشیا دیر بدارید. الله سبحانه و تعالی این انسان مؤمن با وقت سکرات موت جایزه داد. جایزه چن؟ بشارت به بهشت. به وقت قبض روح انسان مؤمن ملائکه های نورانی حاضر بند، کفن از کفنهای بهشتش کنه و ملک الموت علیه السلام وقتی که حاضر بید این انسان مؤمن بشارت به خیر داد. این انسان مؤمن بوی فش در این آسمون پیچید و در نهایت الله سبحانه و تعالی امر کند که ای انسان مؤمن نما در علیین بنویسد. بچه به خاطر اشیا که ای انسان با عمل صالح از دنیا شده، با عبادت الله سبحانه و تعالی از دنیا شده. اگر خطای کودگی، اگر اشتباه کودگی، اگر مرتکب گناه بیده، ترده و توبه کده و با عمل صالح ای فدی اشتباه جبران کدگه. ارزون کو که بشر همیشه در معرض خطا و اشتباه و گناه قرارگی، اما یک انسان مؤمنه که دل پاک و دل صافی هسته، دلی متوجه الله سبحانه و تعالی، بعد از هر خطای، بعد از هر گناه، بعد از هر اشتباه به سمت الله سبحانه و تعالی رجوع کند، توبه کار بید و از الله سبحانه و تعالی بخشش علوتید. و در مقابل اشیا من قبض روح انسان کافرون هم خدمت شما گشت که با وقت قبض روحی بشارت عذاب، بشارت جهنم و العیاذ بالله به آشیا دعا بید. چرا؟ به خاطر اشیا که آیات الله سبحانه و تعالی به اشیا پیش داره بیده ولی قبولی نکده. دین الله سبحانه و تعالی مورد تمسخر ود قرار داده. وقتی که آیات الله سبحانه و تعالی به اشیا پیش داره بیده، مسخره کده و کنددگی و نه الله و العیاذ بالله قبول بیده و نه دعوت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا این انسان کافر که با این حالت الوتی روی قبض ببید، در این وضعیت با این فکر، با این ایده الوتی روی قبض بید، بلا شک بشارت خیر به اشیا نید.
امشب در ادامه بحث زندگی قبر انسان کافر، ای که یک انسان کافر یا فاسق وقتی که از دنیا اره چه حالت به ایشیا در قبر پیش کرد، امشب ادامه همین حدیثا که برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگه شیدید ایشیا گو هم دیگه بررسی کنین و خواهش کنون که خوب گوش کنید، خوب دقت کنید. این مسئله باعث بید که ما به ود بیایم، ما به وقتی آخرت فکر بکنیم، ما به وقتی قبر فکر بکنیم و هنچوش فدی زندگی با عبس و بیهوده مگازینیم. حدیث چه آگشید؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کردند که وقتی انسان کافر یا انسان فاسق که از الله سبحانه و تعالی غافل بیده و فده به غفلت جده در داخل قبر ایر کنگه بید، بعد از اشیا که روحی بهشی جسد برگردید، در داخل قبر دو فرشته حاضر بند، دو ملائکه حاضر بند. چی اگشند؟ فیقولان له، جست کنند ای انسان کافر، ای انسان فاسق، هنچوش که انسان مؤمن هم جست کنند. جست کنند که من ربک، ای انسان کافر، ای انسان فاسق، حالا به ما بگشت که تی خدا کین، تی الله کین. فیقول ها لا ادری، ای انسان کافر در داخل قبر یا بعد از مرگ جواب داد ها لا ادری، من نزنم که منی رب کن، من نزنم که منی پروردگار کن. فیقولان له ما دینک، دومین جستی که از ای انسان کافر یا فاسق خواهد کنند ایش این که تی دین چی؟ تا در ای دنیا برچه دین بیدگه؟ فیقول ها لا ادری، پریات کند و اگشید که نزنم که من برچه دین بیدگو. جستی کنن که تی الله که اگشی نزنم، جستی کنن که تا برچه دین بیدگه اگشید نزنم. فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، سومی جستی که اکننتی اگشند که این دو ملائکه خطاب کنن به این انسان کافر یا فاسق در داخل قبر که این مردی که به سمت شما مبعوث بیده، این مرد کین، نمی کین؟ باز دو مرتبه این انسان کافر و فاسق جواب داد ها لا ادری، پریات کند اگشید که نزنم که این مرد کین. فینادی مناد من السماء ان کذب، از آسمانا بعد از اشیا که این مرد اگشید من نزنم که منی الله کین، من نزنم که منی دین کین، من نزنم که این مردی که به ما مبعوث بیده کین، از آسمانا ندا کرد که این مرد دروغا مگشگین، این مرد دروغا بندگین. در دنیا وقتی که این مرد بیده حاضر بیده، ما ایشین گشته که الله هستن، ما ایشین گشته که دین اسلامه، ما ایشین گشته که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همه مردیه که مبعوث بیده به تمامی بشریت. تمامی آیات الله سبحانه و تعالی در دنیا به تا پیش داگ بیده، به تا نشون داگ بیده، ترش گشته، بله تا انکارت کده، قبولت نکده، مرو چه گشه ها لا ادری، من نزونو دروگنت، ندا که از آسمانو که دروگنت. الله سبحانه و تعالی دستور داد فافرشوا له من النار، ای انسان کافر و فاسق قبره بزیرت از مملوی بکنت از آس، پری بکنت از آسا، والعیاذ بالله. وافتحوا له بابا الى النار، و دروازه به سمت آس یا به سمت دوزخ در داخل قبر به ای انسان کافر فاسق هم واز کند. بچاره سبحان الله، دقیقاً برعکس انسان مؤمن. در مورد انسان مؤمن ندا که از آسمانا وقتی که انسان مؤمن خوب ای جواب نداد و اگشی که منی رب الله، منی دین اسلام و ای مردی که مبعوث بیده محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بشارت که از آسمانا که فافرشوا له من الجنه، ایشی قبرا بزیرت از بهشت فرش بکند.
و دروازه از بهشت بر روی ای انسان مؤمن در داخل قبر باز بکند. اما ادون در مورد انسان کافر و انسان فاسق ندا کرد که دروازه از جهنم، از آتش، از آس به ای انسانا باز بکند. فیعطیه من حرها و سمومها، از حرارت ای جهنم یا از حرارت ای آسیا، از بدبوئی ای آسیا اکید به ای انسان کافر و فاسق که در قبر رسید. و یضیق علیه قبره، اشی قبر تنگ بید، برعکس انسان مؤمن قبر که قبر باز بید تا جایی که چمی کارکن، انسان فاسق و انسان کافر قبر تنگ بید، قبر فشاری داد. بعد از که قبر فشاری داد، ای حدی در حدیث که به همدیگه لگند، به همدیگه چسبند و فشار که به ای انسانا. و یأتیه رجل قبیح الوجه، گراز اشیا یک مرد با یک شکل خطرناک، وحشتناک و زشتی اکید. قبیح الثياب، گودها و گل لباسهای بسیار بدی اکید، وحشتناکی اکید. منتن الریح، بو خیلی بدی هستنی ای انسانی که اودن حاضر بید. فیقول، اکید و به ای انسان کافر یا به ای انسان فاسق اگشید چه؟ اگشید ابشر بالذی یسؤک، بشارت باد، بشارت باد به همه چیزی که تا از عمل بد انجام داده، از کار بد انجام داده، از فسادی که انجام داده، از گناهی که انجام داده و هیچ وقت توبه نکرده، از فساد لذتت برده، به دنبال فدی هوا و هوس بیدگه، به دنبال فدی شهوت بیدگه، فدی اللهت شموشت، فدی دینت شموشت و اهانتت کو با کسی که ما شش داده، یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و دین الله سبحانه و تعالی به تمسخر گفت. مروج ما ترا بشارت بهشت ندین در داخل قبر، بلکه مروج تا بشارت داگه بچه با آتش والعیاذ بالله. هذا یومک الذی کنت توعد، ای همه روچی که ما هی مرتبا ترن اگشته و ترن وعده داده که بچار اگر اسلامت قبول کو، اگر اللهت عبادت کو، اگر رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قبول کو، تی مسیر بهشته. اما اگر دست از عبادت الله سبحانه و تعالی کشت، اگر دین اللهت انکار کو، اگر بعثت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انکار کو، تی مسیر جهنم بید. و ای مروچی که تی سرا ای مصیبت آتکه و مدنن، نتیجه چن؟ نتیجه ایشین که تمامی دین الله سبحانه و تعالی تا انکار کو، مغرور بیده، به دنبال هوا و هوس و شهوت بیده، مروج تا به فدی سزای اعمال و عرصه. ای انسان وقتی که پشت سر هم اگندید که ای که بشارت های دوزخ و نار و آس بیشیا رسگین، دچار وحشت بید. جستکند که تا ای انسان، تا ای شخصی که در داخل قبر حاضر بیدگه و منو ای که جست کنگه و ای که منو بشارت به آس و جهنم داگه و تی شکل چو وحشتناکین، تکی که من از من دینا جست کنگه، تکی که منو از رسالت جست مکنگه، من از بعثت جست مکنگه، من از الله جست مکنگه، تکی. فیقول انا عملک الخبیث، جواب داد که من تی همه عمل پلیدون، من تی همه عمل بدون، من تی همه عملیون که تا در داخل دنیا انجام داده و تی عمل در داخل دنیا چه بیده؟ معصیت الله سبحانه و تعالی. ای که تا الله سبحانه و تعالی شمشت، ای که تا آیات الله سبحانه و تعالی انکار کو، مروج تبعی مصیبتا مبتلا بیدگه، مروج تبعی رنجا مبتلا بیدگه. پس بچارت منی برادرگهارون، بچارت بلوچ های عزیز و محترم، بعد از اشیا که ایش شخص اگه شید که من تی همه عمل پست و من تی همه عمل پلیدون که تا در دنیا انجام داده و مروش تا نتیجه گندگه، ای
انسان کافر و فاسق در داخل قبر فات وحشت کن اترسیدی و گشید فیقول رب لا تقم الساعه، یا الله قیامت برپا مکن. آرزو کند ای انسان کافر و انسان فاسق که قیامت برپا مبید. بچا بخاطر اشیا که فدی حالت در داخل قبرها گندگن که چطور بشارت های عذاب، بشارت های آس و نار و دوزخ والعیاذ بالله چطور پشت سر هم به اشیا مدنن. اما چیزی که در کل این حدیث ها که من چند جلسه خدمت شما مطرح کو مهمن ایشن که با توجه به این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که انسان مؤمن و انسان کافر حالتون بعد از مرگ و به هنگام سکرات موت و به هنگام زندگی قبر بیان کن باید به فد بیایم. باید بزونن منی براد و گوهارون که ما را یک سفر طولانی در راه و این زندگی دنیا، این زرق و برق دنیا تمام به هر شکلی که مروش در اختیار ما قرار گرفته الله سبحانه و تعالی تمامی ایشون مورد حساب قرار داد. ما 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال یا بیشتر و کمتر عمر نکنیم. نتیجه کل عمر ما در طول کل سالون و وقت مرگ مشخصه. انسان از دنیا اره یا انسان صالح و نیکی عبید از دنیا اره یا انسان فاسق و کافر و فاجر عبید از دنیا اره. خوشا به حال انسانی که با عمل صالح با عمل نیک از دنیا بره و فدی زندگی آخرت زندگی دائمی زندگی اصلی زندگی حقیقی با بشارت به بهشت بعد از مرگ فد آغاز بکند. بنابراین ما را دو قیامت هستند. یک قیامت ما به وقت سکرات موت و زندگی برزخی ما برپا بید و یک قیامت ما بعد از اشیا که ما از قبرون برانگیخته بند و اودون حساب و کتاب از الله از طرف الله سبحانه و تعالی اکیت و ما باید جوابگو ببند. ای قیامت صغراین قیامت کبرا. چه بدنصیب انسانی که هم فدی قیامت صغرا هم فدی عالم برزخ در عذاب بید و هم فدی زندگی جاودانگی آخرت و قیامت کبرا. وقتی که ما درک کنین وقتی که ما واقعی از اونن که زندگی دنیا هیچ نین، وقتی که ما آرزو کنین که یا الله یک بار دیگه ما را زنده بکن، یک بار دیگه ما را به این دنیا بترین تا ما عمل صالح انجام بدین، تا ما صدقه بدین، تا ما جبران مافات بکنین، اما ادون دیگه هیچ راه برگشتی نیست. ادون دیگه الله سبحانه و تعالی دیگه دو مرتبه ما را به دنیا برای نگردنی که جبران بکنه. چرا؟ چون آیات و نشانه های الله سبحانه و تعالی و انبیاء الله سبحانه و تعالی به هر قوم یاد کرد و در این دنیا الله سبحانه و تعالی ما را مسیر بهشت و مسیر جهنم پیش داشته. این ما این که باید انتخاب بکنه. اگر ما خوب انتخاب کو در قبر فت خوب زندگی کنه، در عالم برزخ خوب زندگی کنه، با عنوان یک انسان مؤمن و انسان نیک زندگی کنه. اگر ما بد انتخاب کو، اگر ما معصیت الله انتخاب کو، اگر ما نافرمانی الله انتخاب کو، اگر ما به دنبال فدی شهوتون و فدی حوثون شدن، نتیجه تمامی ای عمل بد ای شبید که ما هم در عالم برزخ هم در قبر فد هم به وقت سکرات موت دچار عذاب و عقاب بن و هم در
قیامت کبرایی که برپا بید و اودون تمام فدی نتیجه عملو نگندند. چمنی برادرگارو، بلوچ های عزیز و محترم، باور بکنید که هیچ چیز در زندگی یک انسان مسلمان بهتر از ایمان صحیح به الله سبحانه و تعالی نه، بهتر از عبادت الله سبحانه و تعالی نه. شاعر یک شعر بسیار جالبی اگشید به زبان فارسی، اگشید هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. تمروج در این عالم دنیا در هر جا برای یک مشکلی ها، یک مصیبت ها، یک گرفتاری ها. انسان در این دنیا به هر طریق مبتلا ہے. هیچ که در این دنیا راحت نین، نه آشه که صاحب مالن، نه آشه که صاحب شهرت و حکم و مقامن، و نه انسانی که فکر کن من با شهرت، من با مال، من با قدرت اتونو زندگی فشیون ببید. نه، هیچ کدوم انتون من اسباب راحتی فراهم کرد. من اسباب راحتی ها فقط در درجه اول عبادت الله سبحانه و تعالی فراهم کرد. جز به خلوتگاه حق آرام نیست. ما و شما وقتی که داخل مسجد بین، من و شما وقتی که وضو گیرین و با نماز اوشتین، سبحان الله، بشارت که چه آرامش ما و شما را دست داد. اگر تمامی مصیبت های دنیا مشمع سراب بید، ولی وقتی که وضو گیرین و نماز و عبادت الله سبحانه و تعالی اوشتین، مشمع فطرت مشمع را بارد به سمت آسایش. چرا؟ چون ما فطرت بر خدا پرستین. الله سبحانه و تعالی آرامش در ما دلا ایرکند. الا بذکر الله تطمئن القلوب. تنها با یاد الله سبحانه و تعالی اینکه ای قلب آرام بید. انشاف جنبندی کنن ای حدیثا و نتیجه گیرن از این حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اشیا که تمامی عمل ما نهایتی تبدیل بید یا به عمل صالح یا به عمل پلید. عمل صالح هماشه که ما در دنیا با توحید زندگی کده، با پیروی از سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کده. اما عمل پلید آشن که ما الله سبحانه و تعالی والعیاذ بالله ترکو، ما دین الله ترکو، ما سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرکو. پس اساسی ترین و مهمترین مسئله که ما هر لحظه و هر ثانیه زندگی فد باید اشیا بچارن، مسئله توجه به دین، توجه به اتباع سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دیر باگ از گناه و از معصیت. خوشی ای دنیا منی برادرگارون یک خوشی موقتیه. ممکنه یک انسان مالی ببید و گوه فدی مالا 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال هم خوش ببید، ولی در نهایت این خوشی موقتی تمام بید و یک زندگی ابدی و دائمی شروع بید که اودون باید فدی حسابم پس بداد. اودون باید فدی نتیجه ای عمل دنیایی باید برای همیشه بگندی، یا به سمت بهشت الله سبحانه و تعالی یا به سمت دوزخ و جهنم والعیاذ بالله. هیچ انسان عاقل اگر مرا جستی بکنن که تا از بین یک خوشی موقتی و یک خوشی دائمی کدومیا البته انتخاب کنه، هیچ انسان عاقل نیست که بگه من بکار یک خوشی دائمیه، یک خوشیه که همیشه به من بمونی، یک سعادتی که همیشه به من بمونید، یک رستگاریه که همیشه به من بمونید، یک زندگی که همیشه به من بمونید. هر انسان ای آرزو کن و برای رسک به ای آرزو
ما باید چنگ بزنیم به قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از دنیای فت غافل مبین، کار بکنین کار حلال، کوشش بکنین کوشش صحیح و درست بر اساس قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فدی زندگی رو اداره بکنین. با اداره کنگ زندگی با آ چیزی که مورد رضای الله سبحانه و تعالی شما هیچ وقت پریشان نبید. بچارت انسان مؤمن در ای دنیا به هر چیزی که مبتلا بید ناراحت و پریشان نه. بچا؟ چون ای انسان مؤمن از اون که هر چیز از ابتلا از مصیبت سر آتکه در آشی الله سبحانه و تعالی یک خیر ایر کده. ترسی نه، وسواسی نه، استرسی نه. اما انسان کافر و فاسق اگر کمینی حتی اگر یک کنتگ دست پشت بنندید پریشانن، ترسیدی. و همیشه انسان فاسق انسان کافر علوتید که از مرکات در بره. اما انسان مؤمن نه. انسان مؤمن که امید لقاء یا دیدار به الله سبحانه و تعالی هستن همیشه کوشش کند و تلاش کند که قبل از هر چیز رضای الله سبحانه و تعالی در فدی تمامی اعمالو کسب کند. و این اصله و این خیلی چند مهمه. ما باید اشیا در فدی زندگی عملی پیاده بکنیم. اگر صاحب عقیده صحیح ببین، اگر صاحب قرآن ببین، اگر صاحب سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ببین، اگر همه زندگی ما بکنن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کده، اگر ما همه راهی بریم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر آشیا بیدگن و تابعین و صالحین بر آ مسیر بیدگن، اگر ما همه مسیرون برین باور بکنید که تمامی مشکلات و تمامی سختی ها و ابتلاعاتی که در این دنیا کرد نتونن در برابر کوه عبادت ما و شما مقاومت کنن. بلا شک که این دنیا هر کس یک مشکلی هست. در این عالم هستی ها هر که به یک مصیبت مبتلا بیده. آن چیزی که به انسان مؤمن مهم و اهمیتی هسته ایش این که در هیچ حالت از الله سبحانه و تعالی غافل مبید. اگر مصیبتیه که پناه برد به الله سبحانه و تعالی و صبر کند و فدی دستا گو الله سبحانه و تعالی دراجه کند و دعا کند و از الله سبحانه و تعالی علوتید که این مصیبت رو تبدیل بکن به یک اجر و پاداشی در مقابل صبر که انسان مؤمن کند. واقعا منی برادرگوهارو ارزشی نیستن که ما فدی ای عمره و فدی ای سلامتی ها و فدی ای زندگی ها به عبس بگازینیم، به هیچ بگازینیم. اولین چیزی که شما باید همیشه در زندگی عملی فت در نظری بگیرید وقتی چم بازبند، وقتی که صبح بید، وقتی که فجر طلوع کن، ایشن که فدی قلبا متوجه الله سبحانه و تعالی بکند و عبادت الله سبحانه و تعالی انجام بده. اما اگر حتی ولو صاحب شهرت ببین، حتی ولو یک حکمی دستا ببید، حتی ولو ارزم به حضور شما یک مالی هم ببید و بفا یک راجی هم شر بکنین، ولی تا زمانی که الله سبحانه و تعالی در می قلبا زندگی میکنن، یعنی ما الله سبحانه و تعالی در قلب فت ایر نکده و محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در قلب فت ایر نکده، هیچ وقت آروم نبین، هیچ وقت دچار آسایش و سعادت و خوشبختی نبین، بلکه هر روز وسواس، پریشانی، گرفتاری، مصیبت و هزاران ابتلای دیگر، هم فدی دنیا از دست و هم فدی آخرت.
برای اشیا که ما الله سبحانه و تعالی از صفت راضی بکنیم، به خاطر اشیا که ما بهشت الله سبحانه و تعالی وارد ببه، به رحمت الله سبحانه و تعالی ورود بکنه، باید فدا همیشه مسلح بکنین به چه؟ به قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. همیشه مهمترین و اساسی ترین چیزی که منی برادرگهارم بلوچهای عزیز در زندگی فد باید به اشیا خیلی حریص ببید و در مقدمه هر کار فدی قرار بدید، ایش این که نماز الله سبحانه و تعالی ترک مکنید. من در عجبم، مروچی روچا جوانهایی هستند که ساعتها، چند ساعت فدی وقتا صرف کنند به تلفن ها، به موبایل ها، به فیسبوک ها، اما وقتی که اذان بید، وقتی که نماز وقت بید گرونجو نبند و اناتون فدی جا بسرند، حاضر نه 5 دقیقه عبادت الله سبحانه و تعالی بکنن که این 5 دقیقه عبادت الله سبحانه و تعالی در روز قیامت در داخل قبر این انسان دستگیر ببید. بچه ما یک از الله سبحانه و تعالی غافله. من عرض کو که فرق بین مسلمان و کافر در فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم اساسی ترین فرق چند؟ نماز نی. اگر یک انسان مسلمان نماز فدی مرکو فقط کفر، داخل کفر بید والعیاذ بالله. کی از اون ما چه وقت از دنیا اره؟ آیا ما و شما از اونم که چه ساعته، به چه شکل و در چه جایگاه مرگ سراغ ما کرد؟ هیچ کدوم از مشما از اونه. الله سبحانه و تعالی علم اجلی از ما و شما پنهان کده. بچه به خاطر اشیا که ما هر ثانیه و هر دقیقه باید آماده ببین. ما مغرور مبین که من مرو جوان و ورنا و من اگه وقت هسته مرو فدی گناه نکنم، مرو فدی معصیت نکنم، مرو فدی خوشی نکنم، حالا پیر که بیدم گرا من انندو و توبه کنم و نماز کنم. نه خیر، تا از کو از اونه که در همه جوانی ها که تا همچنین فکر در ذهن فد آورده در همه لحظه عجل برسید و تا پشیمون ببای و دیگه متونه به رندا بتر و جبران بکنه و دروازه توبه بند ببید. هیچ تضمین نیستنی ما چه ساعته، چه لحظه، چه وقتی از دنیا هر. چه بسا همچوشه مردم بیده که شروعش کده فدی قصر و فدی بیلدینگش بستگند و ای قصر و بیلدینگش کامل نبیده و ای از دنیا شده گند. اون مالش منتهی. فد شدن گفت فدی عملا. چه بسا انسانهای بیده که گناهش کده، معصیتش کده، بل به یک مرتبه به فد آد کگند و دست از معصیت و گناهش کشت و توبهش کو و همه لحظه که توبهش کو شروعش کو به عبادت الله سبحانه و تعالی و همه لحظه عجلش بی و از دنیا شدن با ایمان بعد از توبه. چما مغرور مبین به اشیا که حالا من وقت هستن به توبه کنگا، حالا من وقت هستن که من نماز بکنم، حالا من وقت هستن که من قرآن بخونم، حالا من وقت هستن که من یک صدقه بدم، بذار من که به فدی حالا برسم، بذارت که من فدی خوشیام بکنم، من به دنبال فدی وشیام ببون. نه خیر عزیزان منی برادرگهارون، هیچ تضمینی بر اشیا نیست که ما که و چه وقت و به چه شکل از دنیا اره. قطعا من و شما را رفیقهای بیده، برادهای بیده، مودهای بیده، گهارهای بیده که ما فکر کده بچه که از ما کسترند ما زودتر از دنیا ارین، گروه از رنده از دنیا اروند، ولی برعکس بیده ما نشتگن و از دنیا شدگن. ای عجلن هر وقت که الله سبحانه و تعالی مقرر کده اکید، به هر شکلی و در هر جایی که الله سبحانه و تعالی مقرر کده اکید. لحاظا در ای سفر آخرت بیاد فدی توشا بکند عمل صالح، در ای سفر سکرات موت، در ای سفر برزخ و قبر، در ای سفر حساب و کتاب
در آخرت بیاید فدا مسلح بکنید به نماز الله سبحانه و تعالی. الله احکام در زندگی عملی فد اجرا بکنید، تابع سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ببید و اگر دچار خطا بید، اگر دچار لغزش بید، اگر دچار گناه بید، اگر دچار معصیت بید، توبه بکنید و بترید و کوشش بکنید که گو عمل صالح، گو عمل نیک آفدی اشتباه و آفدی گناه پوشش بدید. این مطلوب یک انسان مسلمان، انسان مؤمن و انسان مسلمان خطا کند، اشتباه کند، دچار لغزش بید، ولی ایمان و وجدانی به ایشیا اجازه نداد که در این گناه غرق ببید، در این معصیت غرق ببید، بلکه اترید و توبه کند، اترید و جبران مافات کند، اترید و که الله سبحانه و تعالی پریاد کند که یا الله منو ببخش، من اشتباه کردم. و بلا شک الله سبحانه و تعالی ذات تواب، گناه نبخشید. خیلی از برادرگار هستند که گاهی گومن گپ جنند و به شکل ناامیدند اگرچند که ما در این دنیا گناه باز کده، معصیت باز کده، انا زونه که چیکار بکنین. من به این برادرگار نگشوند که لا تقنطوا من رحمت الله. الله سبحانه و تعالی فرموده که از من رحمت ناامید مبید. الله سبحانه و تعالی اگر تی گناه به اندازه ذرات هاخ این دنیا ببند ولی با اخلاص به سمت الله سبحانه و تعالی بتره و توبه بکنه، الله سبحانه و تعالی بلا شک گناه نبخشید، چون الله سبحانه و تعالی ارحم الراحمینه. الله سبحانه و تعالی بکاری نم که بنده داخل دوزخ ببید. الله سبحانه و تعالی به فدی عبادون خیرا علوتید و ما برای اشیا که به خیرا برسن مخیرن که بین عبادت الله سبحانه و تعالی و بین هوا و هواسون فدیون یکی انتخاب کنی. الله ما را مخیر کده که ای انسان وقت نمازن، ای مسلمان وقت عبادت الله سبحانه و تعالی، من ترون گشته که اگر منی عبادت بکنه تبعی پاداش عرصه و اگر منی عبادت مکنه تبعی عذاب عرصه. این که تحفظ انتخاب کرد کدومیات علوته، تأجر علوته، پاداش علوته، خوشبختی علوته، سعادت علوته. بیا به سمت قرآن، بیا به سمت سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما اگر ایتی هوا و هوسا تره مغرور کده، این مالی که ترا هستن تره مغرور کده، این جایگاه و این ورنایی که ترا هستن تره مغرور کده و تا از عبادت الله سبحانه و تعالی غافله، بزن که نتیجه تمامی چیزهایی که ترا هستن به هر حال یک روز تمام بید و آدم باید حساب کتاب پس بده و نتیجه بگنده. با این حدیث برای ابن عازب رضی الله تعالی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که من در این چند جلسه شرح داد، این شفیع برنامه تمام کنه و ان شاء الله تعالی در هفته دیگه موضوع دیگر انتخاب کنن که متناسب ببید گو نیازه که ما برادرگاه رو هستن، بلوچ رو هستن و تمامی کسانی که این برنامه منیا چارگن و پیام داگند، من از تمامیشون تشکر کنم و الوتون که کوشش بکنید این رسانه اینترنتی عدالت را به فدی دوستان معرفی بکنید، این سایت عدالت را به فدی طایفان، به فدی مردمان، به فدی رفیقان، به فدی راجع معرفی بکنید و کوشش بکنید که در امر دعوت گومه گرا همراه ببید با معرفی سایت اینترنتی عدالت که مردم این برنامه بچارند، مردم این فدی وقتا حداقل نیم ساعت یک ساعت صرف این برنامه بکنن و کوشش بکنند که همین برنامه به فدی تمامی راجع معرفی بکنن تا ما بتونن این دعوتا داخل تمامی لوگو بکنن و مردم از دین فد بزونند، فدی دینا یاد بگیرند، افدی آخرت ها بزونند
ان شاء الله از الله سبحانه و تعالی الوتون که ما و شما را توفیق بداد هرچی بیشتر به سمت الله سبحانه و تعالی بتره و قدر این عمری که الله سبحانه و تعالی در اختیار ما و شما قرار داده قدر بزونه و این عمرها، این تندرستی ها، این سلامتی ها به خود و به جهت به هدر مده، بلکه هدفمند ببید و هدف هم کسب رضای الله ببید. در هر کاری که وارد بین الله سبحانه و تعالی در نظر بگیره، چه در تجارت، چه در یک سفری، چه در یک دعوتی، چه در جای نشستگی، هر جا با هر شکلی که هستین فدی نیت و اشیا بکنین که الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی ببید. ما اتونیم فدی حتی کسب و کار رو تبدیل به یک اجر بکنیم، با کسب حلال، با کسب رضایت الله سبحانه و تعالی ما در فدی کارا با فدی تجارت هم برکت و اگنده. و این وعده الله سبحانه و تعالی که هر کسی که من الله تقوا پیشه بکن، هر کسی که از من الله سبحانه و تعالی پیروی بکن، من فدی دروازه رحمت بر روی اشیا واز کنم. تا هفته دیگه تمامی شما را به الله سبحانه و تعالی اسپارم. الله یار و نگهدار تمامی شما ببید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.